گفتیم میوه که از دست ما گرفتند میوه کمیاب شده و اصلا اگر کمی عمیق‌تر صحبت کنیم میوه که به اصطلاح از روی زمین گم شده بسیار به ندرت به دست میه و در جهان امروزی جهانی که ما و تو زندگی میکنیم از هر طرف کینه میباره و در روزگار امروز خواهر و برادر من گویی که باران کینه از آسمان میباره. انسان ها که روز برای هم پناه و هم نفس بودند حالا به آسانی از هم جدا میشن با یک جمله، یک پست یا حتی یک نگاه سرد. دلها تنگ شده و سینه ها پر از غبار نفرت و قضاوت منفی و در چنین زمان پرسش بزرگ پیش روی ما و شما قرار میگیره. مثلا امثال سالهای ما که در گذشته ها با میر و با محبت و با صفا و یک رنگی و دوستی عادت کرده بودیم و بدون دوست واقعی زندگی برای ما مشکل بود. در چنین زمان گفتیم یک پرسش بزرگی که پیش روی ما قرار میگیره ایست که آیا زمان تغییر فرا نرسیده است؟ خب تغییر چیزی نیست که از بیرون سر ما تحمیل شود، نه با فرمان و نه با قانون و نه با شعار، بلکه بارها گفتیم بینای گرامی تغییر چیزی است که باید از درون انسان آغاز شود. از کدام لحظه؟ از اون لحظه که انسان به وجدان خود روح میاره و با وجدان خود به اصطلاح مراجعه میکنه و وقتی که میفهمیم که خشم و دشمنی تنها ما را فرسوده میسازه، اینجاست که ما در فکر تغییر باید باشیم. و در این میان محبت هرچند کوچک است به نظر میاد در میان دنیای پر از خشم و دشمنی و کینه و کدورت، محبت هرچند بسیار کوچک به نظر میرسه اما یادتان باشه که روح انسان تازه میسازه. در این مسیر تغییر اگر بخواهیم و اگر از زندگی پر از جنجال و دشمنی و کینه و کدورت و بلند پروازی و غرور و تکبر خسته شدیم، یاد ما باشه که احترام به دیگران کلید اصلی راز موفقیت در زندگی و مخصوصا برای تغییر است. هر بار که به کس احترام میگذاریم احترام به خود نیز تقویت میکنیم و اما تو که طبیعت عدالت داره، اگر یادتون باشه میدونیم اگر کسی را توهین کنیم دیر یا زود خود ما هم در برابر توهین قرار میگیریم. در این صورت اگر از توهین دیگران ناراحت میشویم پس نباید دیگران را توهین کنیم، تحقیر کنیم، دشنام بدیم. اینجاست که باید در فکر تغییر باشیم و هیچ وقت خط سرخ رفاقت هرگز عبور نکنیم. اگر در خط رفاقت واقعی و که مملو از صفا و صمیمیت باشه، یادتون باشه که رابطه‌های انسانی شکننده و ارزشمندن، اما تغییر واقعی زمان آغاز میشه که هر کس در آینه خیش نگاه کنه. ضرور نیست که در آینه دیگران خود ببینیم، طرف که در آینه خیش خود نگاه کنیم و بگویم که من نمیخوایم که بعد از این بخش از این موج نفرت و کینه و کدورت و دشمنی و عداوت باشم. وقتی که تصمیم میگیریم به جای قضاوت بفهمیم، به جای سکوت در برابر درد دیگران هم دردی کنیم و به جای فریاد و توهین
آرامش و مهر را بکاریم، آنجاست که جهان کم کم تغییر میکنه. شاید فکر کنیم که یک لبخند یا یک کلام آرام هیچ اثر نداره. اشتباه است. یک لبخند و یا کلام آرام اثر نداره 100% اشتباه است. ولی اینمی مهربانی های کوچک مانند قطره هایی هستند که اقیانوس محبت می سازند. احترام و محبت زنجیری هست که بازتاب آن در جهان همیشه به خود ما باز می گردد. اگر هر کس در دایره کوچک زندگی خود اندک انسانی تر شود، زمین به جای میدان نبرد به خانه برای زیستن تبدیل خواهد شد اگر به جای کینه احترام و محبت در دلهای خود جا بدیم. پس چه خوب است به این که از امروز آغاز کنیم. عوض گفتن بهتر که عمل کنیم. از کجا شروع کنیم؟ از همسایه خود، از دوستای خود، از خانواده خود؟ نه خیر. اولتر از همه باید تغییر از درون خود، از خانه خویش، از گفتار روزمره ما باید آغاز کنیم. اول باید آشتی کنیم با خود، با دیگران و با خدا. برای اینکه تا دلهای ما روشن نشه بی‌نگرامی، هیچ نوری در جهان نخواهد تابید. در دل تاریک هیچ امید نیست جز اونم سیاهی که در اون سیاهی کینه، کدورت، دشمنی، نفرت، خودخواهی، غرور، تکبر، همه چیز جا داره. پس بهتر است که در فکر تغییر باشیم و در فکر ازی باشیم که سعی کنیم که همین تاریکی را از دل بیرون کنیم، نوری را جانشینش کنیم که نور بر ظلمت پیروز شود. وقتی که نور بر ظلمت پیروز شد، با یقین که محبت جای کینه را میگیره، و یقین که عشق جای نفرت میگیره، و در این است که احترام و دوستی پس دوباره معنا پیدا میکنن. و خب بین‌گرامی یاد ما باشه که با تاسف دوستی های امروز گاهی بسیار سطحی و شکننده شدن، برخلاف دوستی های گذشته بر اعتماد، صبر و تجربه مشترک بنا شده بود. امروز سرعت زندگی، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات کوتاه مدت باعث شده است که روابط بسیار زود شکل بگیره، اما بسیار زود هم از هم فرو بریزن. ولی در کنار از این دوستی واقعی یاد ما باشه که نیازمند پختگی، احترام متقابل، تحمل و گذشت است. اگر میخوایم که دوست صادق داشته باشیم و خود ما هم دوست صادق با همین خصوصیات باشیم، احترام متقابل، تحمل و گذشت، ویژگی هایی است که در رابطه امروز با تاسف کمتر دیده میشه. وقتی که کسی خط سرخ رفاقت عبور میکنه یا بر راحتی دیگران را توهین میکنه، خب پیوندها با سرعت از بین میره، قطع میشه. به همین دلیل مهم است که در دنیای امروز، در دنیای تکنولوژی امروز، در دنیای که ارتباطات بسیار زیاد آسان شده، ارزش واقعی دوستی و احترام به دیگران را فراموش نکنیم و قبل از هر چیز پایه های اخلاقی و اعتماد را در رابطه خود مستحکم بسازیم. اگر ما واقعا در فکر ازی هستیم که با تغییر بیندیشیم و تغییر درونی خیش بیندیشیم، با گلخانه دل بیندیشیم و با یک تصمیم قاطع این گلخانه دل بیشتر با گلهای زیبا مزین بسازیم و کینه و کدورت
بکنید دور بریزیم. اینجاست که ما میتونیم بیشتر هم خود مورد احترام باشیم، هم دیگران را احترام کنیم.